أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب فضل تعجیل الفطر و ما یفطر علیه و ما یقوله بعد افطاره. یعنی که باب در مسئله شتاب کردن برای افطار کردن و با چی چیز روزه کشادن افضل و خوبتر و بهتر هست و دعای بعد از روزه کشایی یا دعای روزه کشایی. امام نووی رحمه الله در زیر این باب چندین حدیث می آورد. پس ما و شما 3 حدیث این باب را گرفتیم. امروز باشد حدیث 4 این باب را. از حدیث 4 درس امروزه را شروع میکنیم. حدیث 4 این باب حدیث 1235 کتاب ریاض الصالحین هست که امام نووی رحمه الله می فرماید: وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال. یعنی که از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. عمر ابن خطاب رضی الله عنه میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا اقبل اللیل من ها هنا و ادبر النهار من ها هنا. پیغمبر گفت که هنگامی که اذا اقبل اللیل، هنگامی که نمایان شد شب، من ها هنا یعنی از این طرف، این از طرف مشرق زمین، وقتی که شب نمایان شد از طرف مشرق زمین، و ادبر النهار من ها هنا و رفت روز از این طرف، یعنی از مغرب زمین، یعنی از طرف مغرب زمین روز رفت، از طرف مشرق زمین شب آمد، و غربت الشمس و آفتاب غروب کی کرد، فقد افطر الصائم، پس واقعا، پس واقعا کشاید انسان روزه‌دار روزه اش را. افطر الصائم یعنی کشاید روزه اش را. انسانی که روزه دارد روزه اش را بکشاید. پس این حدیث هم همچنین دلالت میکند که وقتی که غربت الشمس و آفتاب غروب کرد، وقتی افطار کردن هست که باید انسان روزه‌دار افطار بکند. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1235 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1236 کتاب ریاض الصالحین در امام نووی رحمه الله میگوید: وعن ابي ابراهيم عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال. میگوید از ابو ابراهیم عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنهما روایت است که گفت: سرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو صائم. میگه براه افتادیم همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی به سفر برآمدیم همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم، و هو صائم، و در حالی که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزدار بودند. فلما غربت الشمس قال لبعض القوم. پس زمانی که میگه آفتاب غروب کرد، وقتی که آفتاب غروب که شد، قال لبعض القوم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بعضی از همون همسفرانش رو، بعضی قوم رو گفت که یا فلان انزل فجدح لنا. گفت ای فلانی بفرا فجدح لنا، پس برای ما شربت آماده بکن. این جدح یجدحو یعنی که جدح شربت آماده کرد. شربت یعنی چی؟ زمانی پیش آرد را با آب یک جا میکردن یا آرد را با شیر یک جا میکردن، همین را میگن جدح یجدحو. جدح یعنی آب را با شیر یک جا شربت آماده کرد، یا آرد را با شیر یا که آرد را با آب شربت تیار کردن جدح میگوین. فجدح، پیغمبر صلی الله علیه و گفت که پس توش ای فلانی بفرا، گو فجدح لنا، برای ما شربت آماده بکن. فقال یا رسول الله لو امسیت. پس اون مرد
میگه گفت که رسول الله لو امسیت، یعنی ای کاش انتظار میشدی، یعنی پیغمبر منظورش این بود که پیغمبر که کل بر وقت است، نه آفتاب شیشتگی است، یا کمی دیگر انتظار شویم. قال انزل فجدح لنا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم بار دیگر تکرار کرد که بفرا پس شربت آماده کو برای ما. قال این علیک نهارا، اون مرد میگه گفت که پیغمبر، این پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این علیک نهارا، یعنی که هر آینه باقی موندگی است، بعضی از روز، مقدار از روز باقی موندگی است، یعنی کم تر دیرتر کنیم تا اینکه روزه را بشکاییم. قال انزل فجدح لنا، گفت بفرا پس شربت آماده کو برای ما. قال فنزل فجدح لهم، پس میگه اون مرد فرامد و پس شربت آماده کرد برای پیغمبر و اصحاب پیغمبر، کسانی که روزدار بودند. فشرب رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون شربت آماده کردگی اون مرد رو میگن نوشید. و ثم قال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم، گفت هنگامی که دیدید شما شب قد اقبل من ها هنا، گفت شب را دیدید که قد اقبل، واقعا نمایان شده است از این سمت، یعنی از طرف مشرق زمین، از طرف مشرق زمین، گفت شب دیدید که نمایان شده است. فقط افطر صائم، پس باید افطار بکند انسان روزدار، یعنی که بعد از غروب آفتاب طرف مشرق زمین رو دیدید، طرف مشرق زمین رو دیدید که شب نمایان شده ایستاده است، پس شما روزه‌تان را بکشایید. پس انسان روزدار میگه گفت باید روزه‌اش رو بکشاید. و اشار بیده قبل المشرقی، میگه اشاره کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دستش به طرف مشرق زمین، یعنی گفت که قد اقبل اللیل قد اقبل من ها هنا، یعنی که نمایان شده است از اینجا گفتم میگه به طرف مشرق زمین پیغمبر دستانش را بالا بردن یا اشاره کردن به طرف مشرق زمین. این حدیث متفق علیه می باشد. این حدیث هم همچنین دلالت میکند که بعد از غروب آفتاب روزه باید، انسان روزدار باید روزه اش را بکشاید. این بود حدیث 1236 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1237 کتاب ریاض الصالحین ده امام نووی رحمه الله میگوید و عن سلمان ابن عامر الضبی صحابی، یعنی که و عن سلمان ابن عامر الضبی صحابی رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از سلمان ابن عامر الضبی صحابی رضی الله عنه، صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که عن النبی صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده، میگوید که قال، پیغمبر گفت که اذا افطر احدکم، هنگامی که افطار کرد کسی از شما، یعنی روزه‌اش را شکایت، روزه‌اش را کشاد، فلیفطر علی تمر، پیغمبر گفت پس افطار بکند با خرما، با تمر گفت، یعنی با خرما روزه‌اش را بکشاید انسان روزدار. فإن لم یجد فلیفطر علی ماء، پس گفت اگر که تمر نیافت، یعنی خرما نیافت، فإن لم یجد، پس اگر که خرما نیافت، فلیفطر علی ماء، پس روزه‌اش را کشاید با آب. فإنه طهور، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هر آینه آب طهور است، یعنی پاک کننده است و معده انسان را پاک میکند، یا آب مفید است. انسان روزدار وقتی بگم تا بگه معدهش خالی است که آب می نوشد، این همچنین مفید هم هست. اگر که خرما نیافتید، گفت شما با آب روزه هایتان را کشایید. رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، روایت کرده است این حدیث را ابو داود و ترمذی و امام ترمذی گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد. این بود حدیث 1236. بعد از این حدیث 1237 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی 1238 کتاب ریاض الصالحین، امام
نووی رحمه الله در زیر حدیث 1238 میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات. میگه انس رضی الله عنه گفت که بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم یفطر، یعنی افطار میکرد، روزهش را میشکاید قبل ان یصلی، پیش از اونه که نماز را بخواند، پیش از نماز شام خواندن، یعنی وقتی آفتاب غروب میکرد اول پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزهش را میشکاید علی رطبات، و چند دانه خرمای تر و تازه. رطبات، رطب خرمای تر را میگویند، یعنی خرما دو نمود است، خرما تر است یا خرما را قاق میکنند در آفتاب سخت میشود. پس انمون خرمایی که تر است ملایم است، انمون خرمای ملایم را رطب میگویند. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خرمای تر، با خرمای ملایم روزهش را میشکاید، روزهش را میکشاد پیش از نماز شام. فإن لم تکن رطبات، پس گفت اگر که رطبات نمیشد، یعنی خرمای تر نمیشد، فتمیرات، پس با چند دانه خرمای خشک، خرمای قاق شدگی را تمر، تمیر میگن، تمر یعنی خرمای خشک شدگی، خرمای قاق شدگی سخت. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه روزش رو با خرمای قاق شده یا با خرمای خشک میکشاد اگر خرمای تر نمیشد. فإن لم تکن تمیرات، پس گفت اگر که خرمای قاقم نمیشد، خرمای ترم نمیشد، حسوات من ماء، گفت پنجه میزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم پنجه های از آب. یعنی چی؟ یعنی چند نوش بگیم قطره آب می نوشید، یعنی آب می نوشید پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اگر خرمای تر نمیشد، خرمای قاق نمیشد، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزش را با آب میکشاد. رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کردگی است و ترمذی، همچنین امام ترمذی هم روایت کردگی و قال حدیث حسن. امام ترمذی رحمه الله میگوید که این حدیث حسن می باشد. پس این بود باب در مسئله زود افطار کردن و با آن چیزهایی که باید افطار کرده شود. پس این باب به همین به آخر رسید. اکنون در آخر چند مسئله ها را میخوام توضیح بدیم یا چند مسئله را علاوه بکنم. پس از این حدیث ها ما فهمیدیم یعنی روزه رو ما اولا با خرما میکشاییم، اگر خرما نیافتیم خرمای تر یا خرمای قاب، اگر که اینها را نیافتیم با آب میکشاییم، آبی صاف و آبی تازه، همین آب قطعی میکشاییم. اگر این را نیافتیم با هر نوشاکی دیگر، مثلا ساک است یا که آبی سیب است یا که آب یگان میوه هست، آب میوه، از اونها هم میشود انسان روزهش رو بکشاید. یا با نان هست، نان هم میشود بخورد انسان، روزهش رو بکشاید، با هر چیز میشود. اما یک عادتی هست که اگر میگویند یا بعضی انسان هستن عادت دارند برای با نمک روزه کشایی، این اصل ندارد. چطوری که ما در این حدیث دیدیم یگان جا در نمک ذکر نمیشود، خرما نباشد، آب که آب در تمام جا هست. پس این بود این باب، به همین این باب به آخر رسید. میگذاریم در باب نو. بابون فی امر صائمی بحفظ لسانه، یعنی باب است در امر کردن انسان روزدار برای نگاه داشتن زبانش. انسان روزدار زبانش را نگاه بکند، انسان روزدار زبانش را نگاه بکند. و جوارحه، همچنین دیگر اندامهایش را، دیگر بدنش را، یعنی دست و پا و اینها را همچنین انسان باید نگاه بکند. من المخالفات، یعنی از گناهان، و المشاتمات، از دشنام ها و نحوی ها و به مانند همین دیگر گناهان، یعنی که به مثل غیبت و خبرکشی و تهمت و دروغ و از همه اینها باید انسان روزدار زبانش را نگاه بدارد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب دو حدیث برامون ذکر میکند. حدیث اول این باب حدیث 1239 کتاب ریاض الصالحین است که امام نووی رحمه الله میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت
قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره رضی الله عنه میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا کان یوم صوم احدکم، یعنی هرگاه گفت روزی روزگیری کسی از شما باشد، یعنی چی؟ یعنی هرگاهی که کدام از شما روزدار باشید، هر وقتی که کدام از شما روزدار باشد، فلا یرفث، پیغمبر گفت که پس نباید سخنان ناسزا و دشنام و سخنان قبیح بگوید، ولا یسخب، پیغمبر گفت همچنین داد و فریاد نزند، فإن صابه احد، پیغمبر گفت اگر که دشنام کرد این انسان روزدار، هر کسی، یگان کسی انسان روزدار دشنام کرد، او قاتله، یا با انسان روزدار درگیر شد، جنگ کرد، فلیقل، پس این انسان روزدار بگوید که اینی صائم، یعنی من روزدار هستم. این انسان روزدار بگوید من روزدار هستم، یعنی که من حالا تو را جواب نمیدهم، معناش این است که من دشنام نمیدانم یا من جواب داده نمیتوانم. نه، جواب داده میتوانم، اما من روزدار هستم، از الله جل جلاله میترسم که تو را سخن قبیح یا جواب بگویم، یعنی به گناه و معصیت جواب نمیتیم. پس میگوید این صائم، یعنی من روزدار هستم، با همین اکتفا میکند. متفق علیه، این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1239 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1240 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم، ابو هریره رضی الله عنه میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند من لم یدع قول الزوری، یعنی هر کسی که ترک نکند سخن دروغ را، قول زور یعنی سخن دروغ را، هر کسی که سخن دروغ را ترک نکند، والعمل به، و هر کسی که ترک نکند عمل کردن به مقتضا و به طلبات سخن دروغ را، هر کسی که عمل کردن به مقتضا و به طلبات سخن دروغ گفتن ترک نکند، پیغمبر میگوید که فلیس لله حاجتون، پس الله جل جلاله احتیاج ندارد فی ان یدع طعامه و شرابه، درباره اینه که اون انسان ترک کند خوردن و ترک کند نوشیدن را. یعنی اون انسان اگر که از سخن دروغگویی خودش نگاه ندارد، اگر که اون انسان تهمت و دروغ و بهتان و غیبت و خبرکشی و دشنام و حقارت و این کارها را میکند، پس الله جل جلاله احتیاج به روزه اون انسان یا احتیاج به این ندارد که اون انسان طعام و شرابش ترک بکند، نه، احتیاج به اون ندارد. یعنی که الله سبحانه و تعالی از ما و شما روزه گرفتن را طلب کرده است، بالای ما و شما فرض گردانیده است، باید ما روزه گرفتیم، یعنی زبان هامون همچنین از سخنان بد و ناشایسته نگه داریم، همچنین دیگر اندام های بدنمون را، اعضاهای بدنمون را از گناه و معصیت نگاه بداریم. باید در چارچوبه دین نگاه کنیم اعضای بدنمون را. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس این بود بابی درباره امر شدن انسان روزدار به نگاه داشتن زبانش و به نگاه داشتن دیگر اعضای بدنش از گناه و از دشنام و از دیگر معصیت ها. پس این بابم به آخر رسید. بابی نو شروع می شود، بابون فی مسائل من الصوم، یعنی باب است فی مسائل من الصوم، در مسئله های در باره روزه، یعنی چند مسئله های در باره روزه را در این باب امام نووی رحمه الله ذکر میکند. در زیر این باب چند حدیث ها میارد. ان شاء الله این باب را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.